اگر در بنی اسرائیل امرای مادر کسی زنا کرده باشه، نعوذ بالله در امت من کسی پیدا میشه که با مادر خود علانیه زنا بکنه و بالکل هست و موجود است. این خبر صادق مصدوق است، این خبر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و بعد از او می فرماید که ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 فرقه. بنی اسرائیل چند فرقه جور شد؟ 72 فرقه. و امت ما 73 فرقه. و ان امتی تفترق على 73 فرقه. در یک حدیث ملت آمده با 73 ملت كلهم في النار الا واحده. تمام فرقه ها در آتش است بجز از یکی. قالوا من هي یا رسول الله؟ اما فرقه کدام فرقه است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ما انا علیه و اصحابی. عجیب نکته، عجیب بیان داره رسول